چی می نوشید آقا؟ کنیاک؟ نه من در حین انجام وظیفه مشروب نمیخورم. در واقع موقع بیکاریم هم نمیخورم. یک گلاس آب معدنی بد نیست. دنبال چیزی میگردید آقا؟ درباره اون هتل چی میدونی؟ کازانووا سال 1766 اونجا. من راجع به سال 1766 حرف نزدم. از وقتی من اینجا واسم 4 نفر تا حالا رفتن اونجا. دوشنبه ها همیشه کاسبی کساده. بین خودمون باشه، هیچ اطلاع داری اونا وقتی میرن اون تو چی کار میکنن؟ اطلاع کامل دارم. اونا عشق بازی میکنن. خب این غیر قانونیه. این نشون میده که ما در چه نوع دنیایی داریم زندگی میکنیم. عشق غیر قانونیه، نه نفرت. و اینو میشه همه جا و همه وقت به همه کسی ابراز کرد. ولی اگه کمی گرمی و حرارت بخوای، کمی محبت و کمی لبخند حقیقی و از ته دل، باید مثل جنایتکارا در گوشه کنار پارک قایم بشی، مثل یه دزد. من اسم این عشق نمیذارم. یه جوری حرف میزنی انگار که قانون عشق و سرکار نوشتی. عملا زشت و ناپسند یه باید ازش جلوگیری بشه. پسر عزیز، طرز تفکر تو نه تنها عوضیه بلکه از نظر اقتصادی هم غلطه. من میدونم چی دارم میگم. من در دانشگاه سیبن پروفسور اقتصاد بودم. پروفسور؟ به مدت 6 سال. داستانش خیلی مفصله. پس باید با هم موافق باشی که همشریای خوش حساب حق دارن در مقابل این چیزا ازشون حمایت بشه. خیلی خوب، بیا یه همشری محترمو در نظر بگیریم که 20 سال ازدواج کرده، تمام روز کار میکنه و کالسکه بچه میفروشه. شبا کمی تفریح میخواد، یه مصاحب میخواد عزیزم. بنابراین میاد اینجا تو کازانووا. با یه دختر آشنا میشه. دختری کمی بهش محبت میکنه. اون یه کمی پول به دختره میده. پول دختره به بویفرندش میده، بویفرندش پول خرج مشروب دکتر سردست و مسابقات اسبانی میکنه. حتی بعضی وقتا پول مختصری هم به یک آجدان میده. به پلیس رشوه میده؟ به قشنگ یه کار تو همینه، چون اون آجدان پولو میگیره و یه کالسکه بچه از همشهری محترم میخره و میبینیم که به این ترتیب پول مدام در گردشه. همه مردم راضی هستن و همه مردم خوشحال هستن. من باورم نمیشه. این یک اصل کلیه. من باورم نمیشه پلیسی باشه که پول بگیره. همه پلیس ها که پول نمیگیرن، تک و توک پیدا میشن که همچین پولی رو قبول میکنن. پس داری چرند بگی؟ بازم باورم نمیشه. بهت ثابت میکنم تو تمام حرفات چرنده. ببینم تو میدونی شما تلفن کلانتری ما چنده؟ مرکز رو بگیر 5288. ولی اگه من جای تو بودم دردسر واسه خودم درست نمیکردم. آب معدنی تو بخور مرد. معدنی تو بخور.